قراره که توی این ویدیو بهتون یک فرصت کاری و شغلی بی‌نظیر رو معرفی بکنم. پس اگر که دوست داری تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. قبلش ازتون میخوام که کانال رو اگه سابسکرایب ندارید سابسکرایب بکنیدش و این لینک رو برای دوستانتون هم بفرستید. در مورد فرصت کاری که میخوام بهتون بگم، این فرصت کاری مخصوص شرکت اوریفلیم هستش. شرکت اوریفلیم یک شرکت اروپایی هستش و مخصوص کشور سوئده. نمیدونم شاید بعضی از شما با این شرکت آشنایی داشته باشید، محصولاتش رو استفاده کرده باشین یا اینکه برای اولین بار دارید از من در مورد این شرکت میشنوید. پس یک آشنایی مختصری رو با شرکت اوریفلیم داشته باشیم و بعد بریم در مورد فرصت کاری که این شرکت برامون داره صحبت بکنیم. شرکت اوریفلیم همونطور که گفتم یک برند اروپایی هستش که بیش از نیم قرن هست که از تأسیسش میگذره. محصولاتی که این شرکت تولید میکنه محصولات پوستی هستن، آرایشی، عطر و ادکلن و مکمل‌های غذایی هستش. لاین‌های مختلفی از محصولات رو ارائه میده و ترکیب اصلی محصولات برگرفته از گیاهان طبیعی و عصاره‌های طبیعی موجود در طبیعت هستش. اوریفلیم یک شرکت اروپایی هست که تحت استانداردهای سختگیرانه اروپا داره محصولاتش رو تولید میکنه. گواهینامه‌های معتبری رو دریافت کرده و از جمله این که خب حافظ محیط زیست هست و توی طراحی و تولید محصولاتش سعی کرده کمترین آسیب به محیط زیست وارد بشه. این شرکت در واقع حامی حیوانات هستش و هیچ کدوم از محصولاتش رو روی حیوانات تست نمیکنه. همه محصولات روی داوطلبین انسانی تست میشن و تولید میشن. از ویژگی‌های دیگه‌ای که این شرکت داره اینه که حامی یک بنیاد خیریه‌ای داره که ملکه سوئد هم حامی این در واقع بنیاد هست و این بنیاد برای کمک میکنه به کودکان و زنان بی سرپرست و بد سرپرست که توی 60 کشور مختلف دنیا، چه آمریکایی، چه اروپایی، چه آسیایی، اوریفلیم نمایندگی فعال داره و محصولاتش رو داره ارائه میکنه و تو تمام این کشورها هم بنیاد خیریش فعال هستش و کارهای منفعت جویانه و در واقع خیریه انجام میده. در مورد ویژگی‌های دیگه این شرکت باید بگم همونطوری که این ویژگی‌های اصلیش بود که گفتم و اینکه خب این شرکت یک ویژگی خاصی داره و اون اینه که عضو مستقیم فروش جهانی هستش. یعنی که شما محصولات این برند رو به هیچ عنوان توی فروشگاه ها نمیتونید پیدا بکنید و همه محصولات فقط از طریق مشاورین این شرکت در واقع به دست مصرف کننده میرسه و این یک ویژگی خیلی خوبی که داره اینه که دست واسطه ها این وسط کوتاه میشه و محصول با یک قیمت بسیار مناسبی به دست مصرف کننده میرسه و این یکی از در واقع پروتکل ها و قوانین خود اوریفلیم هستش که بتونه محصول رو با یک قیمت خیلی مناسب به طوری که همه بتونن ازش استفاده بکنن در اختیارشون قرار بده. در این راستا شرکت اوریفلیم کارآفرینان رو و کسایی که علاقه دارن به کارآفرینی رو دعوت میکنه که عضو شرکتش بشن و محصولاتش رو به دیگران معرفی بکنن. بنابراین مشاورین زیادی رو در اقصا نقاط دنیا داره که توی این شرکت دارن سالیان سال کار میکنن و خب علاوه بر سودی که دارن حقوق و پورسانت‌های خیلی خوبی هم از شرکت اوریفلیم دریافت میکنن. فرصت کاری که این شرکت در اختیار ما قرار گذاشته
اینه که شما میدونید که اوریفلیم به دلیل تحریم ها در ایران نمایندگی نداره و ما با نمایندگی این شرکت در اوریفلیم ترکیه کار میکنیم. حتی اگر در ایران هم هستید میتونید با پاسپورت و یک ایمیل فعال بدون هیچ هزینه‌ای عضو این شرکت بشید و کد نمایندگی دریافت بکنید و بتونید محصولات مورد استفاده خودتون رو با تخفیف با قیمت مشاوری از این شرکت تهیه بکنید. میتونید با معرفی و فروش این محصولات به اطرافیانتون و دوستایی که پیدا میکنید سود دریافت بکنید و میتونید در واقع اونها رو هم به این شرکت دعوت بکنید و در ازای دعوتشون باز پورسانت هایی رو از شرکت دریافت بکنید. این در واقع یک فرصت عالی بی‌نظیری هستش که اوریفلیم در حال حاضر در اختیار مایی که توی ایران هستیم قرار داده. شاید بعدها این فرصت رو نداشته باشیم ولی الان این فرصت رو داریم. این در واقع فرصت برای همه مناسب هستش. یعنی شمایی که کارمند هستی میتونی در کنار کارمندیت این شغل پاره وقت رو داشته باشی و با معرفی محصولات به همکارات ازشون درآمد کسب بکنی. شمایی که خانه‌دار هستی و شرایط اینو نداری که بیرون از خونه کار کنی میتونی در منزلت این کار رو استارت بزنی، شروع بکنی، مثل من و مثل خیلی از خانم‌های دیگه‌ای که داخل خونه داریم کار میکنیم. اگر که شما دانشجو هستی میتونی برای تأمین در واقع هزینه های خودت این کار رو شروع بکنی و ازش درآمد داشته باشی. و حتی اگر که شما یه خانم بازنشسته هستید، یه خانم مسن هستید، باز هم میتونید این کار رو شروع بکنید. یکی از مزیت‌های بزرگ این کار اینه که شما نیاز به جا و مکان خاصی ندارید. شما نیاز به سرمایه گذاری زیادی ندارید. با حداقل سرمایه شاید در حد 3 تومن این کار رو میتونید شروع بکنید و استارت بزنید و این یکی از مزیت‌های خیلی خوبش هست. شما ریسک بالایی رو توی این کار هزینه نمی کنید چون این کار هیچ ریسکی نداره و شما محصولی که می خرید به هر حال محصولیه که خودتون استفاده می کنید و وقتی که رضایتتون از محصول جلب میشه میتونید اون رو به اطرافیانتون هم با اطمینان و با خیال راحت معرفی بکنید. این یک مختصری از فرصت کاری اوریفلیم بود که دوست داشتم اینجا بهتون معرفیش بکنم که اگر که دوست داشتید شما هم به این شرکت بپیوندید و بتونید از این فرصت استفاده بکنید. خیلی ممنون میشم که اگر کانال رو سابسکرایب ندارید سابسکرایبش کنید و لینک رو برای دوستانی که میدونید به این فرصت کاری نیاز دارن بفرستید. میتونید از طریق 2 تا پلتفرم دیگه، کانال تلگرام و پیج اینستاگرام که آدرسش رو در پایین توی کامنت ها براتون میذارم، با من در ارتباط باشید و اگر خواستید اطلاعات بیشتری کسب کنید میتونید از این طریق به من پیام بدید.